آیا شما از پرسماتری زیاد در نوارهایتان خوشنود می شوید؟ خوشنود می شوید که نوارهای شما لایک و کامنت های زیاد گرفته است؟ خطاب من به شماست بلاگران محترم، خصوصا زنهای بلاگر که در روزهای آخر تمام معیارهای شرم و حیا و اخلاق را گذاشتند. شما برای خرسند شدن شتاب نکنید. لایک و پرسماتری زیاد معنای آن را دارد که اینقدر مردمی که نوار شما را دیده اند و لایک مانده اند در روز قیامت گواهی می دهند. اگر نواری بود که برای دین و دنیای مردم فایده بود که بهترین، اما وای بر حالتان اگر نوارهای بود که در آن زنان به حجاب و نیم برهنه باشد، ریزاندن آبرو و شرمنده کردن باشد، نوارهای زنا و فحشا باشد، ترغیبات قمار و کانکورس های حرام باشد، نوارهایی باشد که الله از آن راضی نیست. این را بدانید که هر قدر مردمی که نوار شما را دیده اند و لایک مانده اند در روز قیامت بر علیه شما گواهی خواهند داد. خود را چگونه می بینید وقتی به خاطر یک نواری که الله از آن راضی نیست صدها هزار نفر بر علیه شما گواهی بدهند و بعد از آن شما را به سوی دوزخ کشند؟ بلاگران محترم، کسانی که به پهن کردن رسم و نوارها مشغول هستید، از الله بترسید و تنها رسم و نوارهای پهن کنید که الله از آن راضی باشد، نه شیطان.